خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. این بار در این ویدیو میخوام یه رنگ هیجان انگیز براتون تست کنم از پالت کرم گریمس برند سوشیا رنگ RB5. البته بیشترین استفاده این رنگ برای کانتور هستش و ترکیب با رنگ‌های دیگه، ولی من این رنگ رو روی پوستم که هیچ آرایشی الان نداره تست میکنم و شما تیرگی رنگ RB5 رو میتونید روی پوست من ببینید. کرم گریم برند سوشیا رو با استفاده از پد لاتکس خیس و یا خشک میشه روی پوست زد که من میخوام برای رنگ RB5 پدم رو خیس کنم. این که میگم خیس منظورم نمداره ها، خیلی نباید آب ازش چکه کنه. گفتم رنگ هیجان انگیزیه این بوده. نصف صورتم رو با رنگ RB5 کاور کردم. نصف دیگه صورت من خب آرایش نداره و شما میتونید تیرگی رنگ RB5 رو روی پوست من ببینید. خیلی تغییر کردم، خودم رو نمیشناسم، ولی واقعا دوست داشتم رنگ پوستم همیشه اینطوری باشه. ببینین کلا یه حس متفاوتیه دیگه. اما نیازی نیست که آرزو کنیم رنگ پوستمون اینجوری باشه یا بریم سولار یا بخوایم آفتاب بگیریم یا کلا کاری رو انجام بدیم که اصلا برای پوست خوب نیست و سلامت پوست رو به خطر میندازه. شما میتونید با استفاده از کرم گریم سوشیا رنگ RB5 پوستتون رو به همین اندازه تیره کنید و از کیفیتش و دوامش روی پوستتون تا ساعتهای طولانی کاملا مطمئن باشید. با اینکه یه فون چربه، من صورتم رو خیس میکنم که از کیفیتش هم شما بیشتر مطمئن بشید. تا ساعتها این فون روی صورت شما موندگاره، ضد آب، ضد تعرقه، کیفیت خیلی بالایی داره و روی پوستتون ترک ترک و لکه لکه و تیکه تیکه نمیشه. پس به جای کارای اشتباه یه انتخاب صحیح داشته باشیم که هر وقت دلمون میخواد اینطوری متفاوت بشیم. کلا خودم با خودم خیلی دارم حال میکنم. خب تا بیشتر از این شما رو درگیر خودشیفتگی های خودم نکردم، ازتون خدافظی میکنم. RB5 از کرم گریم سوشیا رنگ متفاوتی بود که روی پوست من دیدین. خدافظ.